لپناوی نهیلانا پرزگریکن آوا و خوارنه ات پیشیا ولاتیان دال سنور پارزگاه دو که یه دست بل لیدانا بیر نو هاتی کرن. اف بیرا کدهتن لیدان جبو ایک جوان گرکن ناوا قضا آکریا ین کد ناوی دا سعید آکنجیو وکد دا دیار کرن بریا وان پروژین که هاتینه دست فکرن او دیل دست نمانا آوا و خوارنه رزگار بن. دست خوشی حکومت هریم کردستان اتکن که پروژه هاتین زنان بو قضا آکره و دست خوشی لداهرا آوید کنی آکره که اف بیره هاتین زنان بوان محلو گر که اوید بیاد بی او و الحمدلله او هشکاتی او نامینیتن چونکه مادم او بیره هات نلیدان بی او نامینیتن چه مشکلت او نامینن. چند روزه کن جالی رو بریا آوا آکره و یه دست به انجام دانا پروژه نو هاتی کرن که اف پروژه هنه سه جوران بخوت گرنو ده حتی راده که باش پرزگریکن پیدا بویی لدوری جناف بن. اف پروژه شلوی ریبریا موانو که دهن انجام دان پلانامه دا سه جورن جوره که شوان کلانا بیرت بدیل بوان جهت جهت بیرت وانکین بینان هشک بالله که دی و او گره که ناریشا کماوی امرا بینه بگوهورینا تور نوانیت کبن و دانانا تور نی بویه که بشوکی اکسان آل سروا گره که بهتا دا بش کردن شلوی که دی و ما پروسه کرگرتنا تانکره های. نها لسر راس پاردیا سروک حکومت هرما کردستانه لسنور پارزگاه دو که به کجمه 3 میلیارد و 11 میلیون دینار عراقی یه دست بلیدانا بیرانو راکشانا تور نو هاتی کرن. بلیدانا وان بیرین ارتوازی و سخ بیرکنوا پروژین کون لیدای حکومت هرما کردستان ویدن که پرزگریکن آوا و خوارنه ات پیشیا ولاتیان دان نهیلتنو آوا دانیا که باشتر لدمین دار بازبوی برای درخصناوی آویدنا و گرک و گندان دا پیدا بکتن. آری حسین کردستان 24 آکره.